به استودیو خوش آمدید و جایی که یک مهمان هم دارم، یک مهمان عزیز از راه دور آمدن از انگلستان. در انگلستان زندگی میکنن. 5 سال پیش از افغانستان سفر کردن و رفتن به طرف انگلستان. فعلا بازیکن دوش هستن، نابینا هم هستن و دوش میکنن. فوق العاده کارایشان فوق العاده است، خوب است و ای که چگونه دوش میکنن و میتونن و این توانایی را دارن خودشان صحبت میکنن. ولی محمد نوری بازیکن دوش در تیم ملی انگلستان هستین، درست؟ در افغانستان تیم ملی افغانستان. در افغانستان هم تیم ملی هستین و اونجا بازی میکنین. خوش آمدید به برنامه نوری صاحب. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام خدمت شما. یک سلام خاص خدمت علاقمندان تلویزیون اطلاع. من بازم ولی محمد نوری هستم، یکی از قهرمانان رشته دوش تیم ملی افغانستان که فعلا در لندن زندگی میکنم. چطور شد که رشته دوش انتخاب کنین؟ اول قصه کنین از زندگیتان در افغانستان. اینجا زندگی میکردین، چی کارهایی را انجام میدادین، کدام ورزش‌ها را پیش میبردین و بعدی که چگونه مسیر تغییر کرد، مسیر زندگی، رفتین از طرف افغانستان به انگلستان؟ تشکر سمیم جان. من پیش از اینکه من زخمی شوم، شما خود از دست بدم، من بازیکن بوکس بودم. من بوکس میکردم. وقتی که من وظیفه رفتم به اثر انفجار مین در ولایت هلمند، من شما خود از دست دادم. تقریبا بازی که من زخمی شدم نمیتونستم که با ورزش ادامه بدم، چون شما خود از دست دادم، دید نداشتم. یک چند وقت افغانستان بودم، بعد زود دیگه از طرف انگلستان به من پیشنهاد شد، رفتم همراه فامیل من در شهر لندن رفتم به انگلستان. وقتی که اونجا رفتم بعد من تصمیم گرفتم که باید یک چیزی را کنم اینجا که من بتونم بکنم، چون در افغانستان وقتی که بودم من نمیتونستم که من چی را بوکس پیش ببرم، چرا که دید خود از دادم. اونجا که من رفتم من پلان گرفتم که باید من دوش کنم، چرا که امروز بوکس من دوشم میکردم، چرا که فیزیکی من زیاد قوی بود وقتی که مجبور بودم. باز از اونجا شروع شد دیگه، تقریبا تا به فعلا دوام دارد. چند سال میشه اونجا هستی؟ سمیم جان من 5 سال میشه که من در انگلستان زندگی میکنم، در شهر لندن. شهر لندن. خب چطور میتونین که دوش کنین؟ یک سوال شاید خلق شده باشه در ذهن عزیزا. سمیم جان اینجا یک رسپان شاید باشه، او را مرا میتید اسم که من او را بگیرم به بیننده ها من نشان بدم که من چی رقم میدم. شاید پیش از وام سوال باشد. این رسپان میبینین شما؟ جانا؟ فقط نیم متر درازی شاید باشه. بله. هم یک سنیش من میگیرم، هم یک سنیش مربی من میگیره. باز ما ساحه خاص را دارم در انگلستان. بله. که ما دوش کنیم، تمرین کنیم، مسابقه کنیم. و اگر ضرورت باشه که ما دست چپ برم، باز مرا میگه دست چپ، اگر باشه ضرورت که دست راست، باز اشاره میکنه که دست راست. به همین رقم میگه که سپید بدین. از طریق ازی با وسیله ازی با وسیله چی مربی ما که ما میدم مسابقات ما تقریبا تا به فعلا ما 2 مسابقه ما. بله. تصاویر ما دیدیم. نفهمید چی گفتین؟ تصاویر خودتان هم دیدیم با مربیتان. باز در مسابقه مربیتان هست در کنارتان؟ خب می باشه که نباشه خب من دویده نمیتونم. ما یعنی مربیتان هم میده؟ وام میده و ما تقریبا در چند فرمت ما مسابقه میکنم. ما یک مسابقه ما بود به نام ماراتون، تقریبا 44000 بازیکنای دوش بودند که ما دو اشتراک کرده بودند. خوشبختانه ما ده بهترین آمدن، بازیکن ده بهترین. 44000 تقریبا مسافت 42 کیلومتر بود تقریبا از اینجا تا سربیره که بدای به رقم نان استاپ که چه استاد نشوی. مسابقه 21 کیلومتری ما دادیم، 10 کیلومتری، باز 10 کیلومتری چندین، تقریبا 8 مسابقه را ما تا به فعلا ما فیروز شدیم، به افغانستان مدال کسب کردیم. خیلی خوب. این مدالایی هست که نوری صاحب گرفته. فقط اینجا 5 مدالتان است. همین 5 مدال رسمی است یا نه؟ زیافش یک تروفی هم است اینجا. 6 مدال است. تروفی شد. تروفی است. تروفی هم است. تروفی است چیست؟ تروفی است، کپ است. سلوار است بود. بسیار خوب. خود شما بر مردم نشان دادین. این از مسابقات لندن ماراتون 2019 فینیشر. این مدالتان از سیوم است نه؟ جانا. برنز است. طلا نگرفتین؟ طلا را گرفتم. طلا از 800 متری هم طلا گرفتم.
در 1.5 کیلومتری همین مسابقات مترو 2019 مترو بلایند سپورت میگن ایتلاس و دیگه سیلور است جان. بسیار خوب. شکر. یعنی معلولیت ناتوانی نیست، هیچ وقت دلیل نمیشه که یک شخص معلول شه ناتوان شه. خودت از توانایی‌هایت خوب استفاده کردی. تشکر سمیم جان. خوش باشه. نوری صاحب چقدر وقت بعد آمدین در کابل؟ 5 سال بعد درست؟ نوری سمیم جان ما تقریبا نه ما هر سال 2-3 دفعه میایم. خب چی میکنین اینجا؟ من سفرتون شخصی می باشه به خاطر دیدن فامیل می باشه؟ فامیل شما کوچک است بزرگ است؟ فامیل بزرگ در اینجا هستن؟ شما آرزو کردین؟ سمیم جان از ما واده کړی ده 3 اولادونه می دي. بسیار خوب. خداوند بر شما حفظشان کنه. تشکر. دا چې خپل هیواد ته راغلی یم اوس دا چې ټول هیوادوال خبر دي چې په نړۍ کې کورونا ویروس ګډ شوی ده، نو دا د منډو اکثریت لوبغاړو وغوښتل چې لاړ شي په غرنۍ سیمو کې خپل معاصره تمرینات وکړي، لکه اکثریت لوبغاړي د موږ چې دي د کینیا دي، په انګلستان کې، په اروپایي هیوادونو کې. ما وغوښتل چې زه خپل هیواد ته راشم، زه خپل غرنۍ سیمو کې تر څو معاصره تمرینات وکړم، تر څو راتلونکي کال لپاره د افغانستان لپاره خاص استازیتوب وکړم، ښه سیالۍ ولرم. په خاطر دې زه افغانستان ته راغلم او په عین حال کې وغوښتل چې خپل فامیل، پلار مور، دوستان هم وګورم. اینجا با سران ورزش کشور در تماس هستین؟ با فدراسیون دوش صحبت کردین، گفتگو کردین؟ اونا خبر داره از شما؟ بله اونا در جریان هستن. تقریبا مرا یک هفته قبل رئیس المپیک، رئیس فدراسیون مرا تقدیر و تشویق کردن و در جریان هستن. بله هر وقتی که ضرورت پیدا شد که اونا هر وقتی که مسابقه می باشه در هر کشور، بازوا کشورهای دیگر دعوت میتونن که شما بازیکن نابینا دارین که اشتراک کنن. ای که ما چرا دوش انتخاب کردم، ما دیدم در افغانستان ما شما فوتبالیست داشتیم، کریکتر داشتیم، همه چیزا، همه ورزشکارا بودن، ما بازیکن دوش نابینا را نداشتیم در افغانستان. بله. امو شد که ما تصمیم گرفتم که باید ما دوش کنم، یک نمایندگی افغانستان خاص کنم. امروز که در مسابقات جهانی ما بیرق افغانستان را به اهتزاز میارم و هویت افغانستان را به جهانیان. بخیر باشین، سلامت باشین. نوری صاحب برنامه بعدی از چی قرار است؟ چه وقت پس دوباره انگلستان میرین؟ سمیم جان ما 1-2 هفته بعد شاید پس ما انگلستان برم. یک مسابقه ما که تاریخ اول بود در فرانسه، تاریخ اول مارچ بود، تقریبا 21 کیلومتر دوش بود، او کنسل شد به سر چی کرونا. حالی او شاید برگزار شد تاریخ 18 اکتبر. ما پس میرم که آمادگی خودم بگیرم، ما شاید در اونجا مسابقه کنم، اساس نمایندگی افغانستان میکنم. از کرونا به دور بودید؟ در جریان قرنطینه دیگه لندن بودید؟ بله سمیم جان، تقریبا ما در لندن بودم، از اونجا ما فعالیت‌های خود پیش می‌بردم. مسابقات را داشتم در تگزاس در امریکا که او به نام واریر گیم بود که اونجا ما 3 مسابقه را انجام میدادیم، 400 متری، 800 متری، 1.5 کیلومتری. اونجا 15 بازیکن‌های 15 کشور اشتراک می‌کردن و کلشون نظامی‌ها بودند. دیگه او با سر چی ویروس با توقیف افتید. با می طور در جرمنی در برلین سالی داشتم مسابقه داشتم، در هالند وام به توقیف افتاد. همشان جز از این مسابقه که پس اینال انجام میتن در 2019 2020 امسال که تقریبا 18 اکتبر ما گفتم در فرانسه در پاریس این برگزار میشه. مرا ایمیل کرد از سازمانی که ما اونجا معرفی شدم، ما برای مسابقه میرم تا که یک مسابقه خوبی داشته باشم با مردم افغانستان. پیش از مسابقه کردن تمریناتتون چگونه می باشد؟ تمرین با استاد انفرادی تمرین میکنین چگونه؟ سمیم جان دا چې زه په هر فارمټ کې سیالي کوم، د هر فارمټ لپاره ماته بیل روزونکی مربي مې وي، یعنی د اوږدې منډې مې بیل روزونکی، د لنډې تیزه منډې مې بیل روزونکی. فرض مثال د ما اوس د 21 کیلومتریزه سیالي د فرانسه کې زه چې لاړ سم انګلستان ته، د دې ما بیل مشخص روزونکی ده چې د پارا اولمپیک لوبغاړي دي. نو هغه مطرح کړل ده موږ په هفته کې 4 ورځې باندې منډه کوو، لکه خاص مشخص ځانګړي ځایونه لرو، حالت تمرینات کوو
او په دا نور جفت ورځو کې بیا زه جیم ته په فټنس باندې من کار کوم ترډمیل باندې زه منډه کوم او روزونکي سره هم منډه کوم نو تمرینات هم قسمه قسم تمرینات دي نو خوراک همداسې مطلب مشخص ځانګړي خوراکونه موږ لرو شپږ میاشتې او سالۍ نه مخکې باید موږ قرنطین شو خو په خاص ډول او اوږدې منډې لکه 240 کیلومتره منډه او 21 کیلومتره دا ډېر اوږدې منډې دي دا رقابتي سیالي دي په دې کې ته باید شپږ میاشتې اټلیسټ که نه حداقل ته تمرینات وکړې ځانګړي خوراکونه وکړې تر څو یو ښه سیالي ولرې. و کدام تاریخ پس دوباره میرین بخیر؟ تا 2 هفته بعد. 2 هفته بعد. در کابل چی کارهایی است که باید انجام بدی اینجا؟ ریاست تربیت بدنی میری همراهشان صحبت میکنی یا خیر؟ بله صمیم جان ما که از روزی که ما افغانستان آمدیم ما تمرینات خود را پیش میبرم. ما قسمی که قبلا گفتم که افغانستان یک کشور کوزار است ما میرم همراه مربی غیر مسلکی میگیم مسلکی میگیم چون مربی ما خود افغانستان است در انگلستان است. بله. خود دوستای هستند که و ورزشکارا هستند از دو المپیک هستند در فدراسیون هستند و همراه میدوا ما همراه از اونها در جریان هستم. ما تمرینات خود اینجا را پیش میبرم. و آرزوی بزرگت چی است در دنیای ورزش برای خودت و افغانستان؟ صمیم جان ارزوگان خود ډیر دي. یو ارزو مې دا ده چې افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. ګورئ زه د دې روانې جګړې قرباني یم. دغسې په زرګونو وګړي د افغانستان ړانده شول پښې له لاسه ورکړلې کډوال شول شهیدان شول که نه په دغه جګړې کې. نو زما د ښکلو اړخونو نه هیله ده که هغه طالبانونه دي که هغه شته حکومت ده که هر څوک وي چې دوی د صلح پروسې ته ژمن پاتې شي تر څو یو تلپاتې دایمي سوله په افغانستان کې راسي چې په افغانستان کې په آزاده فضا کې موږ تمرینات وکړو مسابقې وکړو سیالي وکړو بس زیاتي بس نور د زیاتي نه مړه کېږي نور د نه ړنده کېږي نور د نه شهیدانه کېږي. زه د نابینا یم خو مطلب په افغانستان کې دی نور داسې څه نه کېږي یو تلپاتې سوله چې یو ښه ژوند زندګي ولري. دغه زما ډېر غټ ارمان ده. نور هر څه به خدای کوي مطلب نو تاسو چې وسیلې شو دا مې د سولې یو غټ ارمان ده افغانستان کې. خدای وکړي دا پروسه آرزوهایش برسانه و خصوصا آرزوهای تمام هموطنان ما که سال هست. تشکر از حضورت نوری صاحب. بخیر باشی. خیلی خوشحال شدم از اینکه خودت در برنامه امروز داشت.